تحولات تاجیکستان جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شعله گلخواجه هستم. سلام. در برنامه خبری 20 ایول این موضوع ها را دارم. نسبت دلوار گولوف عیب اعلام کردند. او در لطوکوب کارمند میلیسا متهم می شود. جنجال بر سر راندن ماشین سر زده است. تیرپرانی بدون آگاهی ساکنان ارمنستان را دهشت زده کرد و آنها مجازات مسئولان را طلب دارند. تفتیش جریان دارد. من شخصا از رئیس معذرت خواستم و نتیجه تفتیش را به شما آشکار خواهم کرد. زنان به داد آمدند. زنان توجیک از شهرداری دوشنبه خواستند که جلوی مردان بدسخن و بدرفتار را بگیرد. میرم یک تاش میدادم همیشه بغلم خودش دم من میپرتوید. من زنک شوهر دار فرزند دارم. و شروع میکنیم از گردش نفت در قضیه دلوار گولوف. با گذشت 2 هفته از حادثه لطوکوب شدن یک کارمند میلیسا دادستانی نسبت دلوار گولوف عیب اعلام نموده است. در صورت ثابت شدن گناه به پسر سابق وزیر انرژتیکا و صنعت تاجیکستان تا چند سال زندان تهدید میکند. جزئیات پرونده جنایتی را میرزا نبی خالقزاد در دست دارد. مقامات تفتیشاتی شهر دوشنبه در نسبت دلاور گولوف پسر سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان شیرعلی گولوف پرونده باز کرد و رسما عیبنامه او را اعلان داشت که طبق ماده 237 قسم 3 عیبدار دانسته شده است. اما تا حال حاضر از طرف خانواده دلاور گولوف هنوز کسی رسما در رابطه با این عیبنامه اظهار نظر نکرده است. طبق ماده 237 قسم 3 کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی اواشی که با استفاده سلاح یا به صفت سلاح استفاده شونده صورت گرفته است، پرونده باز کرده است. منبع افزود که در حال حاضر تفتیشات ادامه دارد و شاهدان و رفیقان دلاور گولوف که در این حادثه همراهش بودند بازپرسی می شود. حادثه شام 8 ایول در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر میلیسا دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده و او را لطوکوب کرد. جنجال میان گلزاده و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. طبیبان شفاخانه قره بالا قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزلازاده شکسته است. میرزا نبی خالقزاد، شادمان یتیم، رادیو آزادی دوشنبه. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. پایگاه حربی روسیه معمولاً هر تابستان مشق‌های نظامی برگزار می‌کند. از جمله چند روز به این سو تمرین مشترک سربازان روس با نیروهای تاجیکستان در ولایت بدخشان کوهی ادامه دارد. ولی در ارمنستان مشق نیروهای پایگاه نظامی روسیه با جنجال پیچید. تفصیلات از اسکندر خواجه میرزاده. صدای تیر در گرمای تابستان نظم و ثبات دهه شمال و غربی پنیک ارمنستان را خللدار کرد. این کاروان سربازان روس است که از میان دهه عبور می‌کند. ساکنان دهشت زده نمی‌فهمند که چی اتفاق افتاده است. بالاخره معلوم می‌شود که این نظامیان پایگاه 102 نیروهای مسلح روسیه می‌باشند که غیر منتظره تمرین حربی برپا نمودند. قرارگاه اساسی پایگاه روسیه در شهر گیومری در 20 کیلومتری دهه پنیک جایگیر است. بگویید چرا تیر خالی کرده؟ ما به طرف کسی تیر خالی نکردیم. تیرهای ما فقط صدا دارند. این منطقه اهالی نشین است. شما ساکنان دهه را به دهشت آورده. ساکنان دهه تا آمدن نهادهای ارمنی قدرتی به حرکت آنها مانع شده. اگر یگان ارمنی در دهه روسیه این کار را میکرد و آن دهه حتی یک خانه می داشت، از این عمل فاجعه می ساختند. جمهوری سابق شوروی ارمنستان در سال 1991 صاحب استقلال شده است. بر اساس سازش در این کشور پایگاه نظامی روسیه جایگیر است. قبل از برگزاری هر گونه تمرین، نظامیان روس باید ارمنی ها را آگاه کنند. بخش ارمنی رادیوی آزادی از معاون فرمانده پایگاه روسیه شرح این حادثه را پرسان شد. من حاضر نیستم به این سوال پاسخ دهم. چرا شما دوباره سوال میکنید؟ تفتیش جریان دارد. من شخصا از رئیس معذرت خواستم و نتیجه تفتیش را به شما آشکار خواهم کرد. رئیس ولایت شیرک میگوید افسران روس به او وعده دادند که چنین حادثه دیگر تکرار نمی شود و مسئولان به جوابگری کشیده خواهند شد. او همچنان علاوه کرد که تفتیشات مطابقت و یا مخالفت این عمل سربازان به سازش نظامی میان دو کشور را معین می‌کند.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات داستانی ولایت سوغ گفتند که شهروند تاجیکستان عبدالشکور حکیمов از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است. توکل فیض‌الله زاده، یک مسئول داستانی سوغ، امروز به رادیو آزادی گفت نسبت به این مهاجر تاجیک 3 سال پیش برای ارتباط با سازمان ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایتی باز شده بود. پیوندان این مهاجر تاجیک چند روز قبل درباره ناپدید شدن او در شهر مسکو خبر دادند. به قول همسرش پیش از این کارمندان خدمات مخصوص از حکیمов بنابر مدتی در مصر و ترکیه بودنش طلب کردند که به وطن برگردد. حکیمov 30 ساله شب 12 ایول به خوجند آورده شده است و حالا در بازداشتگاه موقتی سوغ نگهداری می شود. تحقیق پیشکی پرونده او را مقامات کمیته دولتی امنیت ملی پیش می برند و حالا معلوم نیست که نسبت به او چگونه اتهام پیشنهاد شده است. برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه میدیم. پس از 3 سال ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی، حکومت تاجیکستان اعضای این حزب را به شرط دست کشیدن از عضویت و پشیمانی از آن به کشور فرا میخواند. مقامات انتظامی تاجیکستان اعلان کردند که نزدیک به 100 نفر از اعضایان سابق این حزب ممنوع و گروه 24 را از خارج بازگرداندند. همکارم عبدالله شوروف با این موضوع به اطلاع سر و کار دارد و رو میاریم به او. عبدالله سلام و نخست بگو، بازگشت ها با تلاش مقامات بود و یا اختیاری؟ سلام شهلا، هم اینو هم آن. مقامات میگویند با راه گذراندن صحبت ها با والدان و خود اعضایان فراری این حزب ممنوع آنها را برای بازگشت مائل کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان اخیراً نوار 10 نفر از اعضای سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی ساکنان ناحیه اشت را نشر کرد که همگی از خوف حبس شدن در روسیه پناه می بردند. در نوار این افراد از گمراه شدن خود شهادت داده می گفتند با دعوت مقامات به زادگاهشان به زندگی آسایشته برگشتند. به همین منوال چندی از اعضایان گروه 24 هم به تاجیکستان برگشتند. طی 2 ماه اخیر 7 نفر از خارج شدن از این گروهی در تاجیکستان ممنوع خبر دادند. 1 نفر از این گروه از منتقدان حکومت بود. پس از بازگشت به منقد مخالفین تبدیل یافت و در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی یوتیوب همکنون 10 نوار را از خانواده های مخالفین در تاجیکستان نشر میکنند. در این نوارها پیوندان و نزدیکان فراریان دعوت میکنند که به وطن برگردند. دولت آنها را عفو میکند. یعنی عبدالله تنها دعوت مقامات کفایه بود که آنها متقاعد شوند؟ دعوت مقامات تنها انگیزه نیست که منتقدان به کشور باز میگردند. مشکلات مسافرت از جمله ندانستن زبان، مشکلی پیدا کردن جای کار و مقام در کشورهای خارجه فراریان را به تنگ می آورد و آنها تصمیم میگیرند به وطن برگردند. اما شارحان سیاسی میگویند بازپس گرداندن شماری از مخالفین سابق یک معرکه تبلیغاتی است که حکومت برای کم کردن مخالفان به راه انداخته است. این یک اصول ترغیباتی است و سیاست حکومت تاجیکستان هیچ تغییر نیافته است. مناسبت حکومت با مخالفین هنوز هم دور از معیارهای بشردوستی باقی میماند تا زمانی که حکم زندانی اعضایان این حزب و وکیلان دفاع آنها بازبینی نشود به کدام یک نرمش در مناسبت حکومت با مخالفان من باور ندارم. عبدالله، البته این گفته شوری قابل فهم است، اما دسته بازگشتن مخالفین سابق علامت چیست؟ عین همین سوال را من از همصحبتانم از حساب مقام‌های دولتی پرسیدم. شالا پروفسور سیف الله سفرов معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید سیاست حکومت در برابر مخالفین فراری عوض نشده است، اما تاجیکستان دروازه خود را برای اعضایان سابق این حزب ممنوع که به جنایت دست نداشتند نبسته است. سفرov میگوید آنهایی که از تاجیکستان رفتند کسی پیش نکرده بود، اما حکومت هم باید آنها را یک بار تفتیش میکرد کدام از آنها در جنایت دست داشتند و کیها بیگناه هستند. سفرov گفت برای همه آنهایی که غلط بودن راه انتخاب کردهشان را درک کرده داوطلبانه به وطن برگشتند راه باز است. سپاس عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. وزارت معارف تاجیکستان میگوید تعطیل بهاری و تیر ماهی را به خوانندگان برمیگرداند، اما زنگ آخر مثل 8 سال پیش به روز 25 می راست نخواهد آمد. گذشته از این احتمالاً درس‌ها تا میانه‌های ماه ایون ادامه خواهد کرد. تفصیلات در گزارش نوبتی.
مراجعت صدها والدین به مقامات برای برگردانیدن تعطیل‌های قبلی و ختم تعطیل در روز 25 می امین جان و همسبقان او را امیدوار و خوشحال کرده بود. به گفته او در این چند سال اخیر بعد از 25 می در مکتب دیگر درسی درست نبود. بعد 25 همه کتاب‌ها را بود میکنیم، ما دیگر درسی میشنیم، نمیدونیم دیگر چه کنیم. وزارت معارف و علم تاجیکستان هم نظام تعطیل مکتب‌های میانه را تغییر می‌دهد و تعطیل تیر ماهی و بهاری را به مکتب‌ها برمیگرداند. اما سال تحصیل دیگر در مکتب‌های تاجیکستان نه 25 می یا 7 ایون بلکه به احتمال زیاد تا 14 ایون پایان خواهد یافت. تغییرات به نظامنامه مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان برای موافقت با وزارت و کمیته‌های دخلدار ادامه دارد. با دستور وزیر معارف وقت تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده تعطیل تیر ماهی و بهاری در مکتب‌های کشور 8 سال پیش از میان برداشته شد. ماه می امسال بیش از 600 پدر و مادر با ارسال یک نامه به حکومت کشور خواستار برگردانیدن زنگ اخیر و روز ختم تحصیل به روز 25 می شده بودند. آنها از طولانی بودن سال تحصیل که تا 7 ایون ادامه می‌کرد نگرانی کرده بودند. به باور والدین این همه به صحتی کودکان به تاثیر نمی‌ماند. باید بسیارتر استراحت کند. معاینه سرش دم گیرد با چونکه از ماه سپتامبر درس تحصیل سر میشه، درس ها سر میشد و یا باید دم گرفته فکر مستقل کتی با صنف آینده روند. تا سال 2010 مکتب بچه‌های تاجیک چون زمان شوروی در هر یک چهارک تعطیل داشتند و در روز 25 می زنگ آخر و ختم تحصیل را با تنتنه جشن می‌گرفتند. در این چند سال آنها از زنگ آخر محروم شدند، اما اکثریت می‌خواهند حداقل همین سنه 25 می چون روز آخرین درس به مکتب‌ها برگردانیده شود. Дастистони вилояти Суғд мегӯяд ки Кибриё Юлдош ва сокини ноҳияи Спитамен аз даъвояш нисбати кормандони милисияи ин минтақа даст кашидааст. Ин зани 33 сола ва модари 5 фарзанд дар як суҳбаташ ба Радио Озодӣ гуфта буд ки моҳи майи имсол милисаҳо ҳангоми бозпурсӣ ӯро бараҳна ва таҳқир карданд. Дар ин бора Рустам Разоқзода, як масъули Дастистони вилояти Суғд, имрӯз дар ҷараёни нишасти хабарӣ зикр кард. Феълан маълум нест ки бо чӣ сабаб ва дар чӣ шароит Юлдош ва баёноти қаблиашро дастгирӣ накардааст. ولی بنا با اطلاع آخر بعد این ماجرا او در یک حالت روانی سنگین قرار دارد. و گروهی از زنان توجیک به شهرداری دوشنبه رسما مراجعت کرده خواستار مجازات جوانانی شدند که دختران را آزار میدهند. تقاضای اصلی زنان این است که جزا برای بدسخنی و بدرفتاری مردان در خیابان‌های پایتخت سخت‌تر شود. آنها میگویند همه روزه در کوچه‌های شهر با عمل‌های ناشایسته جوانان مواجه میشوند و دیگر تحمل چنین رفتاران ندارند. بیایید همراه ببینیم که خود این زنها چی میگویند. ساعت 8 بیگاه بود، من ساعت 6 کار میبرم. تو خونه میرم ساعت 8 میشد. مغازه میرم طرف ودناسوس طرف سیورنی میرم، همه جا روشن بود. تو روزی روشن، ساعت 8 روزی روشن، 3 جوان ایستادن، همشون همین خیلی ریش موندگی و همین خیلی ایستادن. میرم یک تاش میدادم، همین خیلی بغلم خودش من میپرتوید. من زنک شوهردار فرزند دارم. این خیلی کارا چه بسیار شدگی است، ولی نگاه نمیکنن که دختر شوهر دارد ندارد، حامله است حامله نیست، این جهتاشون نگاه نکرده و دختر رو گپ میپرتویند. یادش گپ دادن گرفت خیلی با ما اهمیت دادن نگرفتیم، بعد اخورات کرد. وقتی ما را پیسه نکن اخورات کرد، گفت که اخت رنگ جوکی بده با آدم پیسه نمیکنه. ما با همین خیلی اهمیت دادن نگرفتیم. اگر که وایو دا گپ گردونن وایو با میویان پیش شما گپ میزنن، با همون خاطی جنجال سر میشه، جنجال پیدا میشه. خودی من ناقص حس میکنم. با خیالم خیلی که من یا نادرست لباس پوشیدگی یا نادرست ایستادم یا خیلی که با آنها با طرزی با من نگاه کنه تا گفتگی یگان نغمه بازی کردگی باریم خودم رو مثل همین خیلی حس میکنم. اگر وایو با گپ زنید یا باری برای وایو راه شده چیت وایو بسیار گپ میزنن. با این مطلب برنامه خبری رو در هفته روان خلاصه میکنیم. این هفته تاجیکستان و جهان تحولات زیاد و مهم داشت و همراه منتظر میشیم که هفته آینده با کدام خبرها ما رو در حیرت میگذارد. همه شما را روز دوشنبه منتظریم، اما تا آن وقت از وبسایت ما و آزادی ویدیو یوتیوب استفاده برید و استراحت خوب میخواهیم تا برنامه روز دوشنبه. خدا نگهدار هر یک شما.